اینجا آزمایشگاه مؤسسه وودسول در ساحل آمریکای شمالیه. سال 1989. یه دانشمند نشسته پشت دستگاه هیدروفون و داره طبق معمول کار روتینش که ضبط و ثبت و ردیابی صدای دریافتی از دریاست رو انجام میده که یهو این صدای چیه؟ نیکولاس یه لحظه بیا. تو هم میشنوی؟ ما تا حالا این صدا رو نداشتیم. زیردریایی روسه؟ نمیدونم. شاید یه موجود جدیده؟ نمیدونم. فرکانس اصلیش رو چند هرتزه؟ 52. فرکانس رو بیشترش کن. شما هم میشنوید؟ به نظرتون صدای چیه که قراره بعدش کل دنیا رو درگیر خودش کنه؟ من رضا سام هستم و شما 52 هرتز رو میشنوید به تاریخ 1 خرداد سال 1402. پادکست 52 هرتز تجربیات و سرگذشت‌ها و اتفاقات پیرامون رو با دیدی ژرف‌تر و دقیق‌تر روایت میکنه. ما آدما بیشتر با چی با هم دیگه ارتباط میگیریم؟ منظورم همون برخورد اوله. نگاه. شما با نگاهتون جذب یکی میشین و میخواین باهاش صحبت کنید. آها، صحبت. ما اولین تجربه دوستی، رفاقت، همکاری و هر ارتباط اجتماعی رو که داریم با یه صدا تو ذهنمون رمزنگاری میکنیم. میشه بدون اینکه کسی صدای ما رو بشنوه ارتباط بگیریم؟ میتونیم چت کنیم، میتونیم مرس کنیم. مرس یعنی همون ایجاد صدا با ضربای تکراری با فواصل معینه دیگه. یا حتی میتونیم با دود علامت بدیم، میتونیم پانتومیم کنیم یا با اشاره منظورمون رو بفهمونیم. همه این کارا رو میشه کرد، ولی شفافترین و سریعترین و صمیمانه ترین راه همون حرف زدن دیگه، مگه نه؟ ولی بیایید تصور کنیم که نمیتونستیم صحبت کنیم. فرض کنید این دنیا بدون هیچ صدایی چه شکلی بود. اینو در نظر بگیرید داخل آب پرعمق دارید غرق میشید و یکی حواسش به شما نیست. هر چی داد میزنید کسی متوجه نمیشه. هر چقدر به آب میزنید صدایی نیست که احدی حواسش به سمت شما پرت شه. اولین بار که بچه‌تون میخواد شما رو بابا یا مامان صدا کنه، نه شما صدایی نمیشنوید. صدایی نیست که بشنوید. صدای خشخش برگا، شرشر ناودون، باز کردن در نوشابه، خنده‌های ریزه یه پسر بچه که داره تو کوچه بازی میکنه، صدای شکسته شدن چوب توی آتیش و خیلی صدای دلنشین دیگه. بذارید یه مثال دیگه بزنم. شاید برای شما هم اتفاق افتاده درست بعد بیدار شدن از خواب دچار فلج خواب یا آتونی یا چیزی که عموما بهش بختک میگن بشید. میدونید دیگه، فلج خواب یعنی اینکه درست بعد بیدار شدن خواب برای مدت کوتاهی شما کنترل عضلانی بدنتون رو از دست بدید. اونایی که این تجربه رو داشتن حتما حس کردن که هرچی توی این موقعیت داد میزنن احساس میکنن کسی صداشون رو نمیشنوه. یعنی متوجه نیستن که در واقع صدایی ازشون در نمیاد، ولی به خاطر توهم احساس میکنن کسی متوجهشون نمیشه. چون خودم به شخص این رو حس کردم، باید بگم یکی از ترسناکترین و تاریکترین حسای دنیاست، اینکه کسی تو رو نشنوه. حالا اینایی که براتون گفتم رو تو پس ذهنتون داشته باشین. برگردیم به داستان صدایی که تو مؤسسه وودسول شنیده شد. قبل اینکه داستان رو بگم خوبه که بدونیم انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 دوره جنگ سرد بود. آمریکا و شوروی مشغول تهدید و شنود هم دیگه بودن. برای همین هم عجیب نبوده که زیردریایی آمریکا همون دوره مشغول ضبط صدای اقیانوس‌های اطراف بودن. نیروی دریایی آمریکا همون صدا رو تو سال 1990 با همون فرکانس 52 هرتز ثبت کرد. مشابه همون چیزی که سال قبل اون مؤسسه وودسول ثبت کرده بود. این تکرار شک رو به یقین نزدیک کرد. این صدای نهنگ بود. تا اینجا شاید اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. چرا 52 هرتز اهمیت داره؟ چون بقیه نهنگا تو این فرکانس صحبت نمی‌کنن. مثلا صدای نهنگ آبی تو بازه فرکانسی 10 تا 39 هرتز و نهنگ پره‌ماهی تو فرکانس 20 هرتز پخش میشه. پس اگه نهنگی وجود داشته باشی تو فرکانس 52 هرتز پیام بده، چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً هیچ نهنگی پیامش رو نمیشنوه. حواستون هست دیگه چی گفتیم؟ این که یکی از دردناکترین احساسات دنیا همین نشنیده شدنه. شاید کمی تیرو و نامفهوم یادتون بیاد که تو بچگی چیزی رو میخواستیم و نمیتونستیم بیان کنیم یا منظورمون رو برسونیم. برای همین گاهی اوقات برای بعضیا هم، البته اکثر اوقات، میزدیم زیر گریه. حالا فرض کنید برای سالیان سال شما توی اجتماع خیلی بزرگ بگردید و حرف بزنید، صدا بزنید یا حتی داد بزنید، ولی کسی توجهش سمت شما نیاد.
شما تو این اجتماع بزرگ تنهایید. شما یه مسافر به صدای تنهایی خودتونید. این سفر کوتاهی نبود و نیست. نهنگی که داریم در موردش صحبت میکنیم در هر فصل حداقل 708 کیلومتر شنا میکرده. دوباره میگم 708 کیلومتر و در تمام این مسیر پیام میداد و جوابی نمیشنیده. برای همه سوال بوده که نهنگ تنها چطوری زندگی میکرد و چقدر براش سخت بوده وقتی گونه و موجودی باشی که تمام عمرت مشغول پیام دادن باشی و اما کسی تو رو نشنوه. تو هم هرگز نتونی پیام اونا رو بشنوی. این نهنگ در روزنامه و جراید بعدها به عنوان نهنگ تنها مشهور شد. عده‌ای هم میگفتن این نهنگ نارس یا نامتعارف متولد شده. این حدس‌ها تو محافل علمی هم بود و به جواب مشخصی نرسیده بودن. تنها چیزی که مشترکاً قبول داشتن این بود که این نهنگ 52 هرتز فرکانس تولید میکرد ولی هیچ همصحبتی نداشت. فرکانس 52 هرتز با گوش انسان قابل تشخیص نیست. برای همین صدای این نهنگ رو 10 برابر کردن تا بقیه هم بشنون. این صدا در فرکانس 520 هرتز منتشر شد. میخوام چند لحظه سکوت کنم و لطفا شما چشماتون رو ببندید. یه اقیانوس تصور کنید. نهنگ تنها رو تو این صفحه خیالی ببینید که دائما پیغام میفرسته و در تمام این سالها بی پاسخ موند. بشنوید. این صدا تو ذهن و قلب هر آدمی سنگینی میکنه. چند ثانیه‌ای براتون صدای این نهنگ تنها رو که ضبط کردن و با فرکانس 520 هرتز منتشر کردن براتون میذارم. بشنوید. خیلی از دانشمندا موافق با رفتاری که مردم به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به این نهنگ داشتن موافق نبودن. میگفتن ما اصلا نمیدونیم این نهنگ غمگین هست نیست و این داستانهایی که براش میسازید بعد انسانی داره و ما نمیدونیم واقعا نهنگ این تنهایی رو تجربه کرده یا نه و ما هم واقعا درکی از این موضوع نداریم. اگه موجودی باشه که از بدو تولد هیچکیو ندیده باشه، آیا میتونه احساس تنهایی کنه؟ میتونه دلتنگ کسی باشه؟ میتونه این تنهایی رو درک کنه؟ میدونید این توضیحات دانشمندا برای عموم مردم فاقد اعتبار بود. قضیه تا جایی پیش رفت که مردم برای پیدا کردن این نهنگ آگهی منتشر کردن که پول جمع کنن. انقدر پول جمع شد که از بودجه مورد نیاز هم بیشتر شد اضافه اومد. ولی بعد سال 2004 دیگه اطلاعاتی از این نهنگ در دسترس نیست. در این بین هنرمندانی هم آثاری در ارتباط با همین نهنگ منتشر کردن. از بین این آثار موسیقی آیدی رو خیلی میپسندن. آیدی اسم هنری آهنگسازیه که آهنگهاش هم شبیه به حال و هوای نهنگ قصه ما رو داره. خود آهنگساز هم آهنگساز بسیار گمنامیه به نام دامیر محمدیاروف، آهنگساز روس با اسم هنری آیده. او با الهام از پیام 52 هرتز نهنگ تنها موسیقی ساخته که چند ثانیه از اون رو میشنوید. چرا داستان این نهنگ این همه آدم رو تحت تاثیر قرار داد؟ چرا با شنیدن داستان یه نهنگ تنها در خود فرو میریم و غمگین میشیم یا اظهار همدردی میکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق بازنمود ما یا فرافکنی ما خودمون رو در اون نهنگ میبینیم. گویی ما این نهنگ رو خودمون تجسم کردیم. مهمترین اثر مکتوب آرتور شوپنهاور که اسمش هم جهان اراده و تصوره در همین ارتباط. ایشون میگن که درک ما از پدیده‌های پیرامونی بازتابی از خودمون. کمی به این جمله دقت بذارید براتون یه مثال ملموس‌تر بزنم. شما یک فیلم رو در نظر بگیرید که بازیگر نقش اون فیلم شما رو تحت تاثیر قرار داد. با تمام وجود باهاش گریه کردی. شما با تمام وجود باهاش همزاد پنداری کردی. دقیقاً همین اتفاق در مورد این نهنگ هم صادق. مسئله تنهایی، مسئله‌ای که برای این نهنگ اتفاق افتاده. اروین یالوم نویسنده مشهور تو کتاب رواندرمانی اگزیستانسیا 4 تا رنج وجودی یا درد اصلی رو بهش اشاره میکنه. یعنی میگه 4 تا چیزی که ما رو تو طول
زیستنمون در رنج قرار میده. یکیش مرگ طبیعتا، یکی دیگه جبره، یعنی اون چیزی که آزادی رو از ما سلب میکنه، یکی دیگه پوچی و بی‌معنایی و چهارمی تنهاییه. خیلی عجیبه این تنهایی در این حد باعث رنج و آزار ما میشه. خود تنهایی رو به 3 بخش تقسیم میکنه. حالا سطح اولش که خیلی رایجه، ما وقتی ارتباطمون رو با دیگران از دست میدیم. تنهایی دوم و سطح دوم این تنهایی که بین ما و ما قرار داره، نه بین ما و دیگری. یعنی ما با چیزی که از داخل و میل و شور و خواستن ضروری ماست رو کتمانش میکنیم یا سرکوبش میکنیم، یعنی خودمون حائل میشیم بین خواسته هامون و خودمون. اما تنهایی سطح سوم نه بین ما و دیگرانه، نه بین ما و خودمونه، بلکه تنهایی سطح سوم بین ما و دنیای پیرامونمون. بذارید براتون یه مثال بزنم. هیچکی نمیتونه جای شما درد بکشه یا بفهمه. شما نمیتونید به یکی بگید فلانی من این موضوع رو نفهمیدم، تو برو و جای من بفهمی موضوع. همه این چیزا به درون ما برمیگرده. میدونید تلخ‌تر این ماجرا اینه که تنهایی سطح سوم قابل درمان نیست. یعنی ما آفریده شدیم و این تنهایی در وجود ما نهادینه شده. خیلی از دانشمندا صدای نهنگ 52 هرتز رو نماد تنهایی اگزیستانسیال انسان میدونن. برای همینه که شما همزاد پنداری میکنید با این تنهایی وجودی. شاید بگید الان با این تنهایی چی کار کنیم؟ این یه واقعیت، حالا تلخ یا شیرین، این به نسبت مواجهه شما با این تنهایی است. ما هممون با هم تنهایی، یک جمعیت تنها، دست جمعی. هر کس برای خودش تنهاست اما کنار بقیه. آغوشتون رو باز کنید، همون بغلی که سالهای سال به سوی بقیه باز کردید، اون رو تو سینه خودتون فشار دادید. وقتی عزیزی بعد مدت‌ها دیدیدش، با تمام وجود تو بغل خودتون محاصرش کردید. آغوشتون رو باز کنید، باز اونقدر باز که بتونید نهنگ رو توش به بغل بکشید. میدونید تو درونتون یه نهنگی از سالهای سال شما رو صدا میزنه و کسی صداشو نمیشنوه. شاید تو این هیاهوی پیرامون ما قابل شنیدن نیست. شاید یه نهنگی که از بچگی با ماست. شاید آره، مثل اول اپیزود که گفتم همسن ماست، نزدیک 30 و چند سال، 40، 50، 20، 10، نمیدونم اینی که میشنوی چند سالته. اون نهنگ خود توست که هر وقت خواسته که تا تو اون باشی، اون تو باشی. گفته میخوام تو باشم که تنها نباشم. میریم با دیگری رفیق میشیم، میجوشیم، تنها میمونه نهنگ ما تنهاش گذاشتیم. حالا بعد این همه سال میتونی صداشو بشنوی، میتونی بغلش کنی. حالا این بغل خودتو جمع کن، خودتو سفت بغل کن، نهنگ درونتو بغل کن و صداشو بشنو. من سکوت میکنم تا هر وقت میخوای نهنگتو بغل کنی و صدای نشنیدنش رو بشنوی. بهش بگو صداتو این بار شنیدم. اپیزود نهنگ تنها، اولین اپیزود پادکست 52 هرتز رو شنیدید. امیدوارم که ازش لذت برده باشید. در اپیزود بعدی سراغ یه نهنگ دیگه میریم. این بار نهنگ آبی. منتظر اپیزود بعدی ما باشید.